بیاین با پشت صاف نشستیم فعلا زانوها رو شارژ کنیم تا بچه ها بیان. پشت صاف میشینیم، یه ذره زانوهامون رو شارژ میکنیم، چشمامون رو میبندیم، روی رانمون رو میایم تا کشاله ران تا روی زانو، کشاله ران تا روی زانو. همینجوری میبینیم که بدن داره یواش یواش گرم میشه. اون گرما رو میاریم داخل بدنمون. نفس جاری. گلو رو گلو رو صاف کنیم. همینجوری که رانها رو شارژ میکنیم، سر بالا، نفس جاری، کشش گلو، چشم ها رو رها کن. نفس نفس. سرفه کنید اگه سرفه داری. آروم برگرد. ببینید حالا امروز شما میتونید همینطوری ادامه بدید، میتونید خودتون رو لمس کنید، ماساژ بدید، به قولی نوازش کنید. حالا فقط اگه حالا اوکی به حرفای منم گوش بدید. برس ورک، حالا گفتم امروز اول کلاس بهتون بگم که حالا یه سری ممکنه فواید، حالا خیلی دنبال فواید و ایناش نیستیم، بیشتر اینجا ما این فضای مدلیه که انجام میدیم، حس میکنیم که چه اتفاقی در ما ایجاد میشه. یعنی خیلی اونو به اون سبک نیستیم که بخوایم مثلا دنبال فواید و مضرات یه چیزی باشیم. ولی حالا از نظر فیزیولوژیکی استرس و استرابمون رو مثلا این برث ورک کمتر میکنه، چون سیستم عصبی پاراسمپاتیکمون رو فعال میکنه و بعد تنظیم ضربان قلب و فشار خونمون رو تنظیم میکنه. به عضلاتمون اکسیژن رسانی، به عضلات و مغزمون و حالا سیستم عصبیمون اکسیژن رسانی میکنه، بهتر اکسیژن میرسه، چون حجم زیادی اکسیژن رو ما در طول حالا این برث ورک تو این تایم کم، حالا نیم ساعت، 20 دقیقه، یه رو، هر چقدری که حالا براش تایم میذاریم، این اکسیژن رسانی رو به عضلات و قاعدتا به مغزمون بهتر میکنه. عملکرد حالا دیافراگممون رو، نه که داریم هی بازم نفس میکشیم، عملکرد دیافراگممون رو بهتر میکنه. معصومه، سلام معصومه جان، خوبین؟ خوش اومدید. و اینکه التهاب رو توی بدنمون کم میکنه، باعث میشه که التهاب توی سطح بافتامون کمتر بشه و سمومی که حالا هم سموم میشه، هم CO2 که جمع میشه، چون ما نفس میکشیم و بازدممون شاید اونقدر کامل نباشه و وقتی که میایم توی برث ورک انگار یه وقتایی مثلا تمرکز روی فقط بازدمه و اون CO2 که توی بافتامون ذخیره شده، توی ریه‌مون حالا انباشته شده، انگار اونا رو میکشیم بیرون. حالا از نظر این، از نظر فیزیولوژیکی بود. از لحاظ ذهنی به حالا تمرکزمون، به حضور ذهنمون خیلی کمک میکنه، باعث پاکسازی ذهن میشه. یعنی یه جورایی انگار مغز که گرم میشه ذهنمونم آروم میشه و کیفیت خوابمون خیلی بهتر میشه. و یا خیلی وقتا ما میایم از یه سری از احساساتمون توی همین برث ورکا، از احساسات انباشته شدهمون، مثلا یه سری از تروماها آزاد میشیم و اون اشکی که میاد، سرفه‌ای که میاد، بیرون ریزی که داریم خیلی خیلی کمک میکنه به حالا بیرون رفتن اون تروماها از
بخش فاشیای ما که ذخیره شده. یعنی تروماها الان ثابت شده که توی فاشیای ما ذخیره میشه. فاشیا چیه؟ اون لایه نازکی که روی بافتا، مثلا دیدید جگر میرید میخرید یه لایه نازکی داره، یا روی مثلا حتی قلم یا استخونم یه لایه نازکی داره، خیلی یه پرده نازکیه. به اون بافت میگن فاشیا و تروماها الان میگن که روی اون فاشیاها ذخیره میشه. و وقتی که ما مثلا میایم توی برست ورک، میایم حالا نفس میکشیم، تون نفس میکشیم، همه جای بدنمون رو درگیر میکنیم، یه وقتی مثلا با همون تنفس میریم توی لرز، میریم توی سرفه، میریم توی اشک، انگار اون از روی اون فاشیا ما اون بار رو سبک میکنیم. و از نظر انرژی هم جریان انرژی رو در ما افزایش میده و اون گرمایی که توی بدنمون ایجاد میشه و اون خلسه‌ای که ممکنه که ما حالا در اثر برست ورک باهاش مواجه بشیم باعث سبک شدن بدنمون میشه و همینطور به افزایش خلاقیت و شهودمون کمک میکنه و بهمون کمک میکنه که مراقبه های عمیق تری داشته باشیم. دوست داشتم که اینو باهاتون حالا در مورد برست ورک به اشتراک بذارم و قربونت سلامت باشی. و حالا بریم که تمرین امروزمون رو شروع کنیم با یک بازدم عمیق. یک دم عمیق، دم عمیق از هر دو سوراخ بینی. دم دم. من همچنان دم که میگیریم شکم باد و بازدم. دم شکم باد. میتونید دستتون رو، یکی از دستاتون رو، دست راست رو بذارید روی شکمتون خالی. دم عمیق، بازدم. بازدم که میکنی انگار دست میره داخلتر و شکم به کمر نزدیک میشه، شکم به ستون فقرات نزدیک تر میشه. دم عمیق، بازدم. دم و بازدم جاریه، دم حبس بازدم نداریم. دم جاریه، بازدم جاریه. فقط اینکه بعد از اینکه دم میگیریم انگار یه استوب میکنیم، بعد بازدم میکنیم و بعد بازدم که میکنیم یه استوب میکنیم، بعد دم میگیریم. دم عمیق، بازدم. سلام عزیزم، سلام سلام. دم عمیق، بازدم. حالا دست راستمونو، دست چپمونو ببخشید، دست چپمونو یه مدرا میگیریم. حالا واسه اینکه حالا این دستمون بیکار نباشه امروز، حالا چون روز برست ورکه با مدرا کار نمی‌کنیم، ولی حالا در انگشت شست و اشاره به هم مماس میشن و سه تا انگشت رو صاف و کشیده میذاریم روی پامون. دست راستمونو سوراخ به این شکل هم میشه که دو تا انگشت اشاره و وسط رو میذاریم روی پیشانی، با انگشت شست سوراخ، با دست راستیم دیگه، سوراخ سمت راست و حالا یا انگشت کوچیک یا انگشت حلقه سوراخ چپ رو کنترل میکنیم. اوکی، من با کوچیک راحت ترم و این یکی هم حلقه رو میارم تو کف دستم میذارم و هم به این شکل میتونه، چون این خودش یه مودراه، این دوتا انگشت میمونه روی آجنا چاکرا، این خودش یه مودراست و با دست چپ هم یه مودرا گرفتیم. اگر نه خیلی دیگه حالا میخوایم ریلکس باشین، با همین با دو تا انگشت شست و اشاره میتونید سوراخ‌های چپ و راستتون رو کنترل کنید. بریم خالی، با هر دو سوراخ بیری خالی.
سوراخ راست رو بگیر، فقط با سوراخ چپ فعلا دم و بازدم میریم. دم، بازدم، همون سوراخ چپ، دم، بازدم، دم. همون چیزایی که بهتون گفتم مواردی که توی برث ورک برامون اتفاق میفته میتونید به اونا رو مرور کنید، توی بدنتون پیداشون کنید. مثلا آرامش سیستم عصبی، ریلکس شدن بدن، یا اینکه حالا اون آرامش ذهنی، یا اینکه حتی ببینید که مثلا چیزی اگه بالا میاد، حس میکنید ترومایی بالا میاد، احساسی بالا میاد، فکریه، اینا همه رو پیدا کنید، بیایید تو خودتون. و این تمرین، این فقط یه تمرینه واسه اینکه اون اتفاقا بیفته. فقط پس تمرکزمون رو تمرین نیست، تمرکزمون رو احساسات و بدنمون و کجاهامون درد میگیره، به اینا همه دقت کنید. خالی، سوراخ راست رو گرفتیم، از سوراخ چپ دم، بازدم. بعد از آخرین بازدم با سوراخ چپ، سوراخ چپ رو نگه میداریم، با سوراخ راست 5 تا دم و بازدم میریم. اوکی دیگه تعدادش رو حالا دیگه هر کسی به با ریتم تنفس خودش 5 تا دم و بازدم با سوراخ راست بره. خالی، سوراخ چپ رو میگیریم، اینکه یکی از سوراخ‌های بینی گرفته باشه طبیعیه، اما یواش یواش با نفسمون بازش میکنیم. اگه دستتون خسته شد بذارین پایین، دوباره این دست مودرای 60 به اشاره رو بگیرید، یه چند ثانیه دم و بازدم طبیعی داشته باشیم. دست راست رو میذاریم به همین حالت مودرا باشه، با دست چپمون دوباره همون مودرای قبلی رو میگیریم، انگشت اشاره و وسط روی آجنا چاکرا، انگشت شست سوراخ چپ و انگشت کوچک یا حلقه سوراخ راست رو کنترل میکنه. حالا از چپ دم میگیریم، از راست بازدم میکنیم. خالی از هر دو سوراخ، دم عمیق، دم از چپ، راست رو ببند، بازدم از راست. دم از چپ، بازدم راست، دم از چپ، بازدم راست، دم چپ، بازدم راست، دم چپ،
بازدم راست، حالا هر دو سوراخ آزاده، دم و بازدم از هر دو سوراخ. سوراخ چپ و نگه دار، دم از راست، بازدم چپ، 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 دم از راست، بازدم چپ. دستا رو رها کن، هر دو تا دست 60 به اشاره، دم و بازدم طبیعی. همین تا اینجاشم باید کلی آرامش و عمیق شدن رو احساس کرده باشید. دم و بازدم جاری. حالا من جای دستا رو عوض میکنم که خسته نشید. دست چپ دوباره 60 به اشاره میمونه، دوباره همین مدرا رو میگیریم، 60 انگشت اشاره و وسط روی پیشانی، دوباره با همین 60 و انگشت کوچیک کنترل میکنیم. حالا دم از چپ، بازدم راست، دم راست، بازدم چپ. این سیکل رو ما میریم برای 10 تا تنفس. اون قبلی ها رو هر کدوم 5 تا 5 تا رفتیم دو طرف رو. حالا الان چون دو طرف با همه 10 تا میریم. خالی از هر دو سوراخ. راست رو بگیر، دم از چپ، بازدم راست، دم از راست همینجا، راست رو نگه دار، بازدم چپ، دم از چپ، بازدم راست، دم از راست، بازدم چپ، دم از چپ، ببخشید، دم از چپ، بازدم راست، دم از راست، بازدم چپ، دم از چپ، بازدم راست، دم راست، بازدم چپ. ستون فقرات رو صاف نگه دارید. دم از چپ، بازدم راست، دم راست،
باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ، دم چپ، باز دم راست، دم راست، باز دم چپ. دست رو رها کن، مدرای 60 به اشاره و دم و بازدم از هر دو سوراخ بینی جاری. چشمات بسته است، خودتو ببین که روی زمین نشستی، لگن روی زمینه و زانوها به سمت زمین رهاست، چشمها در حدقه رها، فک و چانه رها. اتفاقایی که افتاد توی بدنتو نظاره‌گر باش.